هفته خبر داره براتون از روزگار درام تحریم که سیدعلی ادعا میکرد توی این 30 سال در برابرش واکسینه شده. اونها 30 سال ما رو در مقابل تحریم واکسینه کردن. ما 30 سال تحریم، ما واکسینه شدیم در مقابل تحریم به ما ضربه نمیزنه. اما به نظر میرسه که جسم ناقص سیدعلی به این واکسن حساسیت پیدا کرده و یه رقم تپ مرغی گرفته. بله، این روزها وضعیت وخیم اقتصادی و از جمله بحران گرونی مرغ یقه نظام و طوری گرفته که ترس از جوش آوردن جامعه همشون رو به تته پته انداخته. من از این جهت سوال میکنم که مردم دوست دارن بدونن مسئولان زندگیشون چقدر نزدیک هست به مردم. آقای ترکی مثلا سوال کردن، گفتم آیا خانواده شما میرن تو صف نمایشگاه وایسن برای گرفتن این ارزاقی که ارائه میکنید؟ بفرمایید. من خودم عرض میکنم به شخصی که واقعا از مردم عذرخواهی میکنم، چون به صورت یه مشکلاتی پیش اومده که این صفای طولانی تو بحث حالا تهیه مرغ و اینا ما خودمون خوشحال نیستیم. این صفای طولانی برای گرفتن مرغ که اینجا بهش یه اشاره‌ای شد، یه چیزی تو این مایه هاست که میتونه خیلی سریع مدار عوض کنه و به یه تهدید امنیتی برای نظام تبدیل شه. ای هودی بیان، بریم دارن سوزه جمع میکنن. ای هودی ببین چه خبره اینجا. در حالی که حتی خود مرغ‌ها هم میدونن که به خاطر سیاست‌های حکومته که کمیاب شدن، اما کارشناسان اقتصادی نظام در بررسی این مشکل بازی کی بود من نبودم راه انداختن. یک سهمش بخشش گرانیه، بخش دومش گران فروشیه. گران فروشی نه اون مغازه داره که تو کف بازار داره به فروش میرسه. عاملی که بین تولید کننده و فروشنده هست یه واسطه است. یه واسطه؟ نه، منظورم یه واسطه کلی که خودش چندین واسطه که در واقع این کار رو انجام میده. تو این مدت واقعا ما رو آزار دادن اینا. اگه این یکی واسطه های مجازی رو به عنوان مقصر گرونی مرغ معرفی کرد، معاون وزیر بازرگانی نظام از این جلوتر میره و اونهایی که مرغ زیاد میخورن رو مقصر دونست. من هی میخوام بگذرم از این بحث، یعنی ما از مرغ میگذریم، مرغ از ما نمیگذره. مثل این که من میخوام دیگه یه برنامه پیش بیاد راجع به مرغ صحبت نکنم، با اینکه تو تاکسی میشینی، تو خونه میشینی، فک و فامیل دوستا همه راجع به مرغ حرف میزنن و مرغ قهرمان به حال این روزهای ماست. به نظر من به فکر میکنم به زودی با این بالا پایین رفتن قیمت مرغ احتمالاً بانک مرکزی هم مرغ رو پیش فروش میکنه، مثل سکه طلا تا اونجایی که میشه حد زد. اما معاون وزیر بازرگانی گفتن که، یعنی یه چیزی بگم که خجالت بکشین واقعا، چرا این کار زشت رو میکنین که قیمت مرغ میره بالا؟ گفتن که شهروندان مرغ رو احتکار میکنن. یعنی اینکه شما میرین تو صف وای میسین، مرغ نه 7000 تومان 8000 تومان، بلکه مرغ 4600 تومان میخرین، احتکار هم میکنین. واقعا زشته، خیلی کارتون زشته شهروندان که مرغ احتکار میکنین، باعث گرونی مرغین. اون همه پول تو یارانه بهتون میدن، میرین همه رو مرغ میخرین، احتکار میکنین، صبح تا شب هم که میمونین تو صف واسه احتکار مرغ. واقعا شما کار دیگه ای ندارین تو زندگیتون، سرگرمی بهتری ندارین، بعد پشت سر وزارت بازرگانی حرف در میارین. برخی شایعات هم حکایت از این داره که به کارگیری مرغ‌ها در گشت ارشاد باعث کمیابی اونها شده. پاسدارانتری هم یکی از اوناییه که تب مرغی نظام حسابی روش اثر کرده و قیافش داد میزنه که تا کجا دردش اومده. بحث‌هایی هست در حوزه اقتصاد، بعضی گرانی ها هست، مشکلات هست، اما یه نبرد سنگینه. بالاخره دشمنان اساسی ملت ما همه توانشون رو امروز بسیج کردند بی سر و صدا. همینطوری یک نبردی است که شاید در آینده نزدیک فرصتی بشه ما توضیح بدیم. الان
من بعضیشو توضیح بدم، دو گروه حتما سوء استفاده میکنن. هم دشمنا خوش به حالشون میشه، میگن خب پس مثل اینکه یه وشکونی گرفتیم و اینا دردشون اومده. النهایه بهترین راه حل برای مقابله با این بحران رو این روباه مکار مکارم پیدا کرده که مشکل رو به ریشه‌ای ترین شکل ممکن حل میکنه. در مورد مواد غذایی که وضع فوق‌العاده‌ای پیدا کرده، مردمم نباید خیلی اصرار داشته باشن در بعضی چیزا. به عنوان مثال ما میبینیم عده زیادی درباره مثلا قیمت مرغ دارن فریاد میکشن چرا اینطور شده. حالا آدم اگر مثلا نخوره چه میشود؟ من بدون اینکه تحریم به کسی کنم میگم تحریم نمی کنم، خودم تصمیم گرفتم نخورم، این چه میشه؟ آسمان به زمین میاد، زمین به آسمان میره. اکثریت قریبه به اتفاق اطباء میگن مواد گوشتی غذای مناسبی برای انسان نیست. گوش نخوردن این شیخ مکار مثل گدایی این خانوم میمونه که روزها با این تیپ پول جمع میکنه، ولی بعد از ظهرها میره توی این ماشین و بعد اینجوری بیرون میاد. حالا بریم سراغ جدیدترین گزارش تیویریش از اوضاع سوریه و خبرنگاری که بهش گفتن هر طور شده باید دمشق رو آروم نشون بده. از منطقه قابون به سمت مساکن برزه در حرکت هستیم و شاهد زندگی عادی در این منطقه هستیم. بله، شاهد زندگی عادی هستیم، ولی همین خبرنگار حتی تو پشت بوم هم باید سینه خیز بره. عجیب نیست؟ منطقه قابون به طور کامل پاکسازی شده، اما همچنان بیم اون میره که در ساختمان‌های مجاور در طبقات بالا و پشت بام‌ها تک‌تیراندازها مستقر شده باشند. رسیدن روزهای پایانی حکومت بشار اسد باعث شده که تئوریسین‌های نظام آژیر قرمزها رو به صدا در بیارن. بازم تکرار میکنم، مراقب این روزگار و زمانی باشید که داره از دستمون میره. همش رو رها کرده سازمان ملل، تمرکزش گذاشته رو سوریه. چرا؟ چون حالا که مصر از دست غرب در آمد در شق و ضلع جنوبی اسرائیل و امنیت اسرائیل از جنوب به هم ریخته، دارن تلاش میکنن سوریه رو از سر راه بردارن. با برداشتن و تضعیف سوریه، لبنان و حزب الله لبنان تضعیف بشه. طبیعتا حزب الله لبنان تو لبنان تضعیف میشه، چون از طریق سوریه ایران کمک میرسونه به حزب الله لبنان. همزمان سوریه و لبنان از دست این در واقع جهان جبهه مقاومت و پایداری خارج بشه. اساسا اگه دستشون برسه بلایی سر انسان دین مدار میارن که اصلا دیگه یادش بره. خلاصه داره میگه همین روزاست که ساختمون حاکمیت اسد فرو بریز و بعدش هم دیگه نوبت بیت عظماست. آقا چرا همه میرن دنبال ماهواره که کانالای بیگانه بگیرن؟ اونایی که تو خارجن در به در دنبال کانالای تیوی ریشن. میگی نه؟ اینو گوش کن. مادر بزرگی از آلمان به ما زنگ زد و به ما گفت شما نمیدونید که، من دارم نقل قول عینی میکنم براتون، گفت شما نمیدونید که بین 400 کانال انتخاب شدن یعنی چی. بعدم فکر کردیم که واقعا حرفیه ها، شما انتخاب میتونید بکنید و یک شبکه، اونم شبکه جام جم بود، بین همه این کانال ها نوه این خانم یا بچه های این خانم انتخاب کرده بودن که این برنامه رو ببینید. حالا ببینیم اون برنامه‌ای که مادر بزرگ و بچه هاش رو میخه تیوی ریش کرده چی بوده؟ این برنامه دور درجا ضربه چند
به افتخار همه‌شون یک دست قشنگ بزنید. این آخوند مشنگ که به نظر میرسه در پیشگویی مهارت داره، هم میدونه که آخرای عمرشه و همین که بعدش یه راست میره جهنم. به خاطر همین برای ماه رمضان یه فلسفه جدیدی پیدا کرده. انشاءالله که این ماه رمضان آخر عمر ما نباشه. در واقع روز تمرین معاده، تمرین قیامت. قیامت روزی است که همگان وقتی وارد صحرای محشر میشن در یه حالت خاصی دیگه، گرسنه، تشنه، روایت داره دیگه، ولی یاد تشنگی و گرسنگی روز قیامت انسان میفته که من همینجا تمرین کنم، خدایا من طاقت گرمای عصر تیر ماه یا مرداد ماه رمضان رو ندارم، من چطور میخوام جهنم برم؟ جوان عزیز، قیامت و صحرای محشر و جهنم، قرآن میگه هیچ آب خنکی نیست، برد نیست، وقتی تشنه میشی آب جوشه، آب جوشه، آب قلقل کنه. خب حالا بریم سراغ کشف جدید قرائتی اندر باب رنگ عبا. دل ما اومده از شما حدیث یاد گیره. به چه دلیل یه ساعت به سیاه نگاه کنه؟ کدوم آیه داریم به سیاه نگاه کنید یا کدوم حدیث داریم؟ یه عبا مشکی به من بدید، یکیتون که عباتون مشکی هم بدید، من حالا اینو روبرو مردم نشون بدم. عجله کنید. یعنی بده یعنی دستو. شما الان قیافه من دیدید؟ حالا ببینید به چه دلیلی که میخواد قاله صادق یاد گیره یه ساعت سیاه ببینه؟ اما سیاه پوشی، دین ما سیاه پوشی نداره و سیاه پوشن مکروهه. و در پایان یه درس مهم توی زندگی که این کوچولو هم باید از همین حالا یاد بگیره. نابرد رنج گنج میسر نمی شود، حتی اگه گنجش فقط یه شیشه آب باشه. Doch, du bist doof. Nee, oder? Nee, wirklich nicht. Ja, du hast sie, super.